بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، امروز درباره ابورت و زبان روسی می شود، و زبان عربی اجهاض می شود، و زبان تاجیکی یعنی همون زن حامله که بچه خود را می پرتاید، همون جنین همون کودکی که در شکم مادر میزند، همون را جنین میگم به زبان عربی، همون جنین خود را که میپرتاید. همین درباره همین سخن میزنیم که ابورت این بسیار مسئله خطرناکی است و بسیار جرمی بزرگی است و حرام است. یک کشتن یک نفس به غیر حق است که بسیار دیده میشود در همین جامعه ما. به رحم همون کودکان را ابورت میکنند، خواه برای کمبودی در تربیت باشد یا که مثلا ناتوانی در تربیت کردن یا که ناتوانی مالی و پولی. برای همین ما حکم همین بیان میکنیم برای شما برادران و خواهران گرامی که شما از این برحذر باشید و دیگران را از این پیام ما با خبر کنید که دیگران هم از این حکم با خبر شوند و شما از اجر پاداش نیک محروم نشوید. یکم چیزی که درباره سخن میزنیم اجهاض یا که ابورت چی معنا دارد. دوم آنچه که سخن میزنیم دربارش این در کدام مرحله ها یا که دوره ها یا که در چند ماهگی در همون جنین گفتیم همون کودکی که در شکم مادر است، همون جنین در چند ماهگیش در فرشته به امر الله جان میدمد. بعد حکمی که بعدی آن که جان میدمد چی است و حکمی که پیش از آن که در اون جان میدمند همون جنین برای شما صحبت می‌کنیم و چی کفارت دارد و چی دیه دارد. دیه میسپارن، کفارت و دیه دارد و چی حکم دارد، چی مجازات دارد در دنیا. برای همین برای شما بیان میکنیم در همین مسئله. یکم مسئله که برای شما ما بیان میکنیم این کلمه اجهاض است، ای ابورت چی معنا دارد. خیلی که اهل علم درباره اجهاض ای ابورت میگوید ابورت این فراوردن همون جنین از شکم مادر در اون حالت صورتی که پره و کامل نشده است، همون حمل اون پره و کامل نشده است، یعنی 9 ماهه نشده است، یعنی وقتی تولدش وقتی زادن نشده است و او را پیش از امونی که مدت معینی که برای تولد کردن است او را پیش از اون چی جنین از شکم مادرش میپرتایند یا که میفرارندش به زوری به خواست مادر باشد. که ما درباره چی میگیم؟ درباره که مادر به اختیار خودش پیش دکتر میرود و همون کودک از شکمش میگیرد، همون جنین از شکمش میگیرد. و این حکمی که ما حکم درباره چی گفتیم؟ درباره که در علما اختلاف کردن در کدام مرحله همون افزایشی همون جنین یا که چند ماهگیش در او جان دمیده می شود. در این مسئله گفتیم اختلاف کردن. جمهور علما و بعضی از مفسران گفتن که بعد 4 ماه جان دمیده می شود در چی؟ در بدن همون جنینی. گفتیم جنین همون کودکی که در شکم مادر است. بعد دلیل آوردن حدیث بخاری را در بعض روایت‌های حدیث بخاری و مسلم از ابن مسعود روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله می‌فرماید که هنگامی که یکی از شما در شکم مادرش جمع می شود، یعنی که منی هست و جمع می شود 40 روز به شکل نطفه، یعنی که منی 40 روز جمع می شود، بعد 40 روز پیامبر میگه ثم يكون علقه مثل ذلك، یعنی بعد میگه که در همین حدیث همین معنا را میفهمند. بعضی اهل علم همین معنا را فهمیدن که اونجا کلمه ثم اومد پس می شود علقه، گفتیم نطفه منی، علقه خونی بسته، پس میگه بعد 40 روز دیگر مثل ذلك ای همین 40 روز دیگر مرحله به مرحله دیگر از مرحله آب منی به مرحله چی میگذرد؟ علقه خونی بسته. پس از 40 روز دیگر همین کلمه پس که اومد، پس از 40 روز دیگر گفتن چی میشود؟ مضغه، گوشتی خاییده شده. بعد این گفت الله فرشته میفرستاند و فرشته 4 چیز مینویسد، همون رزقشه، اجلشه، عملشه، بدبخت و کی نیکبخت است. همینجا حساب کردن 4 ماه میشود، 40 روز گفتیم نطفه میشود آب منی، 40 روز دیگر همینجا گفت پس ثم گفتن این چی است؟ برای ترتیب زمانی است. جمهور علما گفتن برای همین گفتن که 40 روز نطفه میشود آب منی، بعد از 40 روز گفتن چی؟ علقه خونی بسته میشود، بعد 40 روز دیگر گفتن چی میشود؟ مضغه، گوشتی خاییده شده. بعدی گوشت خاییده شده یا که مضغه جان دمیده می شود. بعضی اهل علم همین گرفتن و از روی همین گفتن که پیشتر به همون شکل نوعی قدر پیشروی نبود در ساحه طب، پیشروی نبود در ساحه جنین شناسی انسان پیشروی نبود. جنین همون کودک همون جنین در شکم مادر است، همون جنین شناسی پیشتر نبود و قدر پیشروی نبود. برای همین نمیفهمیدن به همین شکل گفتن که چه 4 ماه. وقتی که این دلیل آنها بود، دلیل جمهور بود که از حدیث بخاری آورد در بعض روایتاش. بعد این گفتیم که وقتی که حاضر زمان پیشروی شد، همون تحقیقات بردن، همون
عالمای جنین شناسی تحقیقات بردن در این مسئله و همه مرحله ها را از نظر گذراندن. هر یک مرحله همون جنین نظارت کردن مدت طولانی در شکم مادرش که چخیل انکشاف مییابد و افزایش مییابد. وقتی که همون را انکشاف که کردن دیدن که همین حدیث که 120 روز میگه 4 ماه خلاف واقعیت حال میبراید، یعنی درست نمیشود با واقع حاضره ما بسیار که حاضر کشف کردگی هستند نمیبراید. برای همین گفتیم که قول جمهور بود. قول دیم قول چی است؟ بعض اهل علم دیگر هست که میگویند که نه این 4 ماه بل بعد 42 روز در او جان دمیده میشود. این بعض اهل علم گفتند و برای این هم دلیل آوردن. بعضی از روایت‌های چی همه امر روایت‌های در برای همین سخن میرفت در برای جنین کودک در شکم مادرش، همین حدیث‌های در برای فرشته جان میدمد، همه روایت‌ها را جمع کردن و بعد آوردن. بعد گفتند به حدیث چی آوردن؟ همین حدیث در امام مسلم است از عبدالله بن مسعود هم آوردن. گفتند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این چی میگه؟ در حدیث دیگرش میگه که پیغمبر میگه که یکی از شما حیوانات در شکم مادرش وقتی گذاشته میشد همچون منی در شکم مادرش 40 روز میماند. همه ما منی بدیم در شکم مادر از منی پیدا شدیم. بعد همین میگه 40 روز وقتی که میماند ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك. در حدیث امام مسلم در روایت دیگرش دیگه خیلی روایت میکند همین هر کلمه این فرق دارد. میگه ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك. همینجا فی ذلك ای همین از نطفه وقتی که از نطفه که 40 روز که میماند میگه در همین مدت همین 40 روز گفت چی میشود؟ گفت که خونی بسته میشود. در همین حدیث هم خیلی معنا میدهد که ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك. در همین جایی که فی ذلك ای در همین وقتی همین 40 روز میگه باز خونی بسته میشود. ثم يكون في ذلك مضغه مثل ذلك. پس گفت که پس میشود در همین مدت. ای همین مدت اشاره به کدام است؟ به همون 40 روزی که نطفه هست. در همون 40 روز میگه بعد این مدغه میشود ای همون گوشت خایده شده. پس در او ثم ينفخ فيه الملك الروح. گفت بعد همون چی شدن مدغه شدن گفت در او روح میدمد، فرشته میاد و روح میدمد. یعنی اینجا معنا دارد که بعضی اهل علم میگن که همون حدیثا رو وقتی که جمع مینن و با هم دیگر جمعش میکنن از همون خلاصه میبرن که معنا دارد که سخن پیغمبر وقتی میگه در همین 40 روز اول همین مرحله ها دوره ها در همین 40 روز اول میگذرن، نه اینکه هر یک مرحله 40 روزی میگذرد. مثلا 40 روز نطفه هست و 40 روز دیگر خونی بسته هست علقه و 40 روز دیگر چی است؟ گوشت خایده شده مدغه هست. یعنی هم مرحله ها را میگه چی اینا همش در همون 40 روز میگذرن. بعد تقسیمات چه میگن اهل علم میگن که این بعد حدیث دیگر هم میارد با دلیل میارد. همین گروه دیم که از امام مسلم است، در امام مسلم به سندش از حذیفه ابن اسید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد که اذا مر بالنطفه 42 لیله، هنگامی که میگه با همون نطفه که میگذرد همون نطفه منی 42 شب که میگذرد در شکم در بچه‌دان مادر 42 روز که میگذرد در شکم مادر میگه الله ملائکه فرشته میفرستاند. بعد 42 روز یعنی بعد 42 روز سر میشود 45 روز اما بین همین از 42 تا 50 الله فرشته میفرستاند و فصورها و خلق سمعها و بصرها و جلدها و لحمها و عظامها. ببین چند چیز در او الله با او چی میبخشد. وقتی که ملائکه میاد الله با او چی میدهد؟ صورت چه میدهد؟ صورت همون کودک جنینه و می آفرد برای او چی؟ شنوایی و بینایی و پوست و گوشت و چی؟ استخوان شه. فرشته میگوید که آیا این نرینه است یا مادینه است؟ پس پروردگار چی؟ قضاوت میکند، میگه بنویس. قضاوت میکند پروردگار چیزی که میخواهد و فرشته او را مینویسد. بعد اون بچی هم خیلی دوام حدیث در همین حدیثایی که از آوردیم گروه دیم قول دیم چی میگه که اون کلمه پسی که آمده است ثم يكون مثل ذلك. همین ثم کلمه پس این به معنای ترتیب زمانی نیست و به معنای ترتیب جمعی است. بعد گفتیم که از یک مرحله از وقتی که نطفه کی هست از یک هفته نطفه میماند، از 6 روز تا 14 روز 15 روز میگه چی نطفه میماند، از 14-15 به مرحله دیگر تبدیل مییابد که علقه از خونی بسته. گفتیم خونی بسته مثل یک چی است؟ یک چیزی که میچسبد در همون دیواری بچه‌دان میچسبد، علقش میگن. یعنی از 14 روز سر میشود 14-15 روز تا 23-24 روز به شکل چی میشود؟ خونی بسته. همه خلاصه میگم بعد از همون 24-23 تا 42 روزه را تا 42 روز که حدیث گفت که در 42 روز تا 42 روزه را چی میشود؟ مدغه میشود. مدغه این همون چی است؟ گوشت خایده شده. بعد در همون حدیث گفت بعد مدغه الله در او چی روح میدمد. پس این گروه گفت که چی؟ این گروه گفتن که نه در 120 روز نمیشود و بعد 42 روز جان دمیده میشود. یعنی اینجا اختلاف شد، دو گروه شدن، دو قول شدن، قول جمهور و قول چی؟ قول بعضی از عالمای دیگر. و گفتن که اون حدیثای بالا گفت مخالفی تحقیقات هایی که عالمای جنین شناسی کرده اند
خلاف میبرد اون حدیث. بعد حدیث ها رو وقتی که جمع کردن، همه حدیث ها رو در این باره که هستن جمعش کردن، به خلاصه آمدن که حدیث های دیگر به چی دلالت میکنند که جان پیش از 4 ماه در او دمیده میشود و حتی شکل الله شکلش میدهد، هم شنوایی و بینایی و هم گوشت و هم استخوان. برای همین در این مسئله وقتی گفتیم که اختلاف است، بعد اتفاق کردن که اجماع اهل علم روایت شده است که برای همین اجماع روایت کردن که بعد آن که در همون جنین یا کودک در شکم مادر جان دمیده می شود، بعد همون گفتیم اختلاف کردن، بعضیا میگن 4 ماه، بعضیا میگن که بعد 42 روز و از روی طب، از روی گفتیم عالمای جنین شناسی گفتن که بعد 42 روز و بعضی عالمان گفتن بعد 42 روز و جمهور عالمان گفت که بعد 120 روز یا 4 ماه. گفتیم مهم در این است که بعد آنه که جان در او دمیده می شود، خواه چی باشد، خواه اما عالمای میگن که 4 ماه باشد، خواه عالمای میگن که 45 روز باشد، یعنی که بعد 45 روز یا که بعد 4 ماه. این اختلاف بین اهل علم، یعنی که جان دمیده شد در همون کودک، پس چی می شود؟ حرام می شود به اجماع اهل علم که همون کودک چی کردن؟ اباد کردن، حرام می شود. و اهل علم که همون جنین یا که کودک در حالی که در حال نطفه است، بعد گفتن جمهور علما گفت که حرام است و اجماع کردن 4 مذهب که کدام وقتی که کودک از شکم مادر ابارت کردن بعد آن که در او جان دمیده می شود، این حرام است و چی دارد؟ و کفارت و چی دارد؟ دیه دارد. و دلیل بسیار آوردن. یگان حالت انسان کودک کشتن نمیتواند مگر در حالی که به مادر ضرر رسد، یعنی که یعنی کودک سبب شود در وفات مادر، در اون حالت همون کودک ابورت میکنند که مادر یعنی خطر برای حیات مادر نباشد. در این حالت فقط بعد آنی که در اون جان دمیده میشود، در همه حالت حرام است، خواهی وی چی کسری نباشد، یعنی چی کسری نباشد، کسری که مثلا نکشد مادر، یا که مثلا چی باشد، کم عقل باشد، یا کودک مثلا اگه دستش چی باشد، معیوب باشد یا چیزی نباشد، نکی او را انسان باید نکشد تا آنی که به مادرش ضرر نرسد، یعنی خطر نباشد به جان مادرش. در حالت او را این چی حرام است کشتنش. اما خیلی دیگر ابن جزی رحمه الله همون میگوید که بچه‌دان وقتی که آب منی را گرفت جایز نیست او را دیگه فراوردن یا کیچ کردن درست نیست. و اشد من ذلك، سخت‌تر از این میگه هنگامی که شکل گرفت، شنواییش، دستش، روش ظاهر شدن، با گناهش سخت‌تر میشود، با گناهش سخت‌تر میشود در حالتی که جان دمیده شد. چی میگه وقتی که جان در دمیده شد، پس کسی که او را کشت، ابارتش کرد، معنا دارد که یک نفس انسان کشته است. اجماعاً ای اجماع است. کتاب قوانین الفقهیه. همه خیلی دیگر در حاشیه دسوقی میاد در کتابش جایز نیست برآوردن منی که چی یافته است در بچه‌دان جای گرفته است، حتی اگر که پیش از 40 روزم باشد، پیش از یعنی که جان دمیدن در او پیش اون باشد، میگه حرام است. اگر در او جان دمیده شد میگه حرام است به اجماع اهل علم. این در کتاب چی است؟ نهایت المحتاج. همه خیلی دیگر در مذهب امام ابو حنیفه قول کمال الدین ابن همام میگوید که لا یباح الاسقاط بعد الحمل اذا تخلق. روان نیست، یعنی که ابارت کردنی همون کسی که حامله است ابارت کردنش درست نیست هنگامی که همون کودک شکل گرفت، یعنی که همون الله و او را شکل داد، رو دست و جدا شد، همش حرام است، میگه جایز نیست. فقهای شافعی چی میگن؟ امام رملی میگه هنگامی که در کودک جان دمیده شد تا از همون وقت تا کودک تولد کردن بیگان شک میگه حرام است ابارت کردن. اگر که همون منی باشد، منی از چی باشد؟ از زنا باشد. حتی اونی که از کودک از زنا هم باشد که درست نیست او را کودک ابارت کردن، از زنا هم باشد. و همه خیلی دیگر امام غزالی میگه. خلاصه همین است که بعد اونی که در کودک جان دمید حرام است اجماعاً. برای همه خیلی دیگر درباره کفارتش گفتیم. در 4 مذهب بعد آنی که در او جان دمیده می شود کودک ابارت کردن حرام است به اجماع اهل علم. کسی که همین گفتیم در یگان حالت جایز نیست مگر به عذر کدام بود؟ همونی که جان مادر خطر باشد، با طبیب مسلمان باشد، طبیب باوریناک که بگد همین کار، بعد در اون حالت انسان ابارت کردنش میتوند. هم خیلی که کودک همون جنین به سلامتی مادر یا که به حیات مادر خطر باشد که مادر به سبب کودک وفات کند بمیرد، در این حالت جایز است که ابارتش کنی. در یگان حالت دیگه جایز نیست. و هم خیلی دیگر گفتن که در باره کفارتش خلاصه در این باره از حدیث از ابی هریره رضی الله عنه اومده که میفرماید خلاصه دو زن از حذیل، قبیله حذیل، رمت احداهما الاخرى، یکی آنها دیگری رو به چیزی زد، پس اون زنی که حامله دار بود کودکش افتاد. فقضى رسول صلی الله علیه و سلم فيها بغره عبد او امه. حدیث در بخاری است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین حالت وقتی که شکایت کردن به پیش اومدن شکایت کردن حکم کرد، گفت که همون زنی که
دیگری زنی حامله دار زده است، کودکش افتاده است، مرده است، بچی به غره. غره این یک چی است؟ یک کنیز، مقداری پول یک کنیز، یا کی یک چی؟ یک غلام. گفتیم غره دخترک میده، مقداری نرخ همون چی قدری که نرخ دارد، همون یک غلامی میده، پسرک میده، یا کی دخترک کنیز میده. در اینجا فرق نکرد که همون جنینی که در شکم اون زنک بود نرینه بود یا مادینه بود، فرق نکرد. در اینجا باز فرق هم نکرد که آیا همون جنینی کودکی در شکم مادرش بود آیا اون در او جان دمیده شده بود یا که جان دمیده نشده بود، بی فرقیت، یعنی که او از بگیم که در او جان دمیده شده بود یا که نشده بود، در اینجا جدا نکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در حال حکم کرد به چی؟ به یک چی؟ به غره گفتیم یک کنیز، نرخ هم یک کنیز. خیلی که ابن جزی میگوید در این زیر می حدیث که فرق ندارد، دیش همین قدر است، دیه همون کودکی که مادر خودش ابورتش میکند یا یک کسی میکشدش، در این حالت میگه چی است؟ یک کنیزی میده هست، دخترک میده کنیز، یا که یک پسری میده کنیزی میده. بعد فرق ندارد هم کودکی که وفات کرده است در شکم مادرش ابورت کرده است یا که چی کرده است، کسی دیگر زده استش، حتی شوهرش هم زند، شوهرش هم چی اگر قصدن زنش چی میتید؟ دیه میتید. در میگه که یکسان است که وای همون کامل شدگی است، در جان دمیده شدگی است و شکل گرفتگی است، یا که نه، فرق ندارد جان دمیده شده است یا که نشده است، از شکم مادرش غلطید مرده یا که ابورت کرد مرده، در اون حالت چی هم مادر یا که هم مادری که ابورت کرده است همون چی گناهگار است و مقدار همون نرخی همون گفتیم کنیز و نرخ کنیز معین میگیم چقدر میشود. و همه خیلی دیگر امام زرقانی میگه حکم کرده است در جنین وقتی که در شکم مادرش میمرد یا که میکشنش ابورتش میکنن، همه خیلی است، یا که مدغه باشد یا که علقه باشد یا که خونی بسته باشد یا که منی باشد یا که گوشت خاییده مدغه باشد، فرق ندارد. میگه گفتیم همون دیه که میگویند دیه این چی است؟ این و حساب کردگیند و چی حاضر وقت 5 تر در بر میگیرد. یعنی کسی کدام زنی که در حالتی که امو فرزندی در جنینی که در شکمش است همو را ابورت میکند، اگر در او جان دمیدگی باشد پس مقدار 5 تر دیه میسپارد، 5 تر نرخی 5 تر میسپارد دیه برای میراث، برای همون کی میراث، برای همون کودک. کی میراث میبرد؟ همون مثلا دادراش و اکاش و کسی هستن همونو میراث میبرن همون دیه را مقدار همون. بعد اختلاف کردن علما در مسئله وجوب کفارت، آیا کفارت هم هست یا که نیست؟ دیه تنها است یا کفارت هم هست؟ کفارت این چی است؟ گفتیم کفارت این رها کردن کنیزی مؤمنه باشد. اگر کنیز که دریافت نشد میگه 2 ماه پای در پای باید روزه بگیرد، غیر دیه که میسپارد اون زنی که ابورت میند یا که اون شوهرش که قطیش مجبورش میاد ابورت کند، کسی قطیش اشتراک کرده باشد، همون میگه چی میسپارن؟ همون دیه میسپارن. دیه گفتیم همون غره نرخ 5 تر پول میسپارد برای همون برادرای همون کودکی که در شکم مادر هستند، برادرش که فرزندای دیگریش، کسی که میراث میبرد همون جنین همون کودکی که ابورت کردن همون را میراث میبرند، به همون را پول تقسیم میکنند. انا بعد گفتن که باز کفارت هم چی؟ کفارت هم در بر میگیرد. پس امام مذهب حنفی و مذهب مالکی میگویند که چی است؟ کفارت مندوب است، یعنی مستحب است کفارت، یعنی که اگر که نیافت که کنیز آزاد کند، غلام آزاد کند، در ماه پای در پر روزه میگیرد. حنفی و مالکی میگویند که چی است؟ مستحب است، واجب نیست. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط وقتی که همون زنک دیگر از و کودکش وفات کرد فقط چی کرد؟ دیه اسپارید، حکم به دیه کرد، کفارت نکرد. ولی امام شافعی و امام حنبلی میگویند که کفارت هم واجب است، هم کفارت و هم دیه میسپارد همون زنی که ابورت کرده است. برای چی؟ برای که واجب است، میگه حق الله تبارک و تعالی است، نه حق آدمی. میگه که نفس میگه چی دارد؟ همون دیه را میسپارد وقتی کشت. و کفارت میگه برای چی است؟ و واجب است کفارت. مثلا این اهل علم اختلاف کردن این مسئله، نه که واجب است که چی دیه بسپارد. دیه گفتیم نرخی 5 تر به همون میراث برای همون کودک تقسیم میکند. اما آنهای میگویند که خلاصه ابورت کردن در مرحله که نطفه باشد، نطفه ایمون پیش از جان در آمدنش، گفتیم در وقتی که جان دمیده شد حرام است اجماع. در وقتی که جان دمیده نباشد، از 40 روزه پایان باشد، حکمش چیست؟ در مذهب امام ابو حنیفه بعضی عالمان حرام گفتند، مثل در کتاب فتح القدیر و در کتاب فتاوای خانیه با هامش هندیه و فتاوای هندیه خودش و حاشیه ابن عابدین و مبسوط با امام سرخسی را. در اینجا
بعضی اهل علم در همین کتابا در مذهب حنفی گفتن که چی است، حتی اگر که نطفه باشد پیش از دمیدن جان باشد هم حرام است. و مذهب مالکی، مذهب جمهوری مذهب مالکی میگه که پیش از جان دمیدن هم حرام است. خاصا این در کتابای ذخیره برای امام قرافی و المعیار المعرب للوانشیریسی خلاصه و فتح العلی لمالک و مواهب الخلیل لامام خطاب و خلاصه دیگر و حاشیه دسوقی و اسهل المدارک للکشناوی. خلاصه این همه علما در مذهب مالکی میگن، خلاصه مذهب مالکی اجماع در اون حرام است. و همین خیلی دیگر در مذهب بعضی از علمای مذهب شافعی مثل امام غزالی و مثل ابن عماد و امام غزالی در کتاب چیش احیاء علوم الدین میگه و امام ابن حجر الحیتمی میگه همین ایش میگه حرام است. و عز عبد السلام همین خیلی دیگر از مذهب شافعی، عز عبد السلام و ابن رجب الحنبلی و ابن جوزی از بعضی از علمان مذهب حنبلی هم مثل ابن جوزی و باز کی خیلی اکل کتاباش هستن با وقت بسیار میگیرد، ما که نمیگیم اون کتاباش و اهل ظاهر و اختیار ابن تیمیه خلاصه بسیار هست. علما خلاصه 4 مذهب بیشتر اهل علم میگن که حتی در چیشم در وقتی پیش از نطفه‌شم در وقتی امون پیش از جان دمیدنم حرام است. از اولی که میدراید خلاصه اگه حاجت نیست همه این چیارا ما بیارم اماما را سخناش نمیارم، یکم دلیلاش نمیارم چی دلیل دارم برای که با وقت بسیار نشود شما بفهم چی گوش نمیگنید اون که همون چی بیارم خوبتر است. قول اهل علم نمیارم همون دلیلاش نمیارم از قرآن سنت. خیلی که دلیل یکم دلیلی که میبیارن برای حرام بدن از قرآن و از سنت و از معقول. یکم دلیلشون سوره چی است؟ سوره تکویر آیت 8 و 9. خیلی که الله عز و جل میگه و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله میفرماید که و آنگاه که از دخترانی زنده به گور شده پرسیده شود به کدام گناه کشته شده اند. این یکم دلیل بود. یکم دلیل همین میگه کدام طور دلیل میشود. میگن که ابارت کردن در همین چی میدراید؟ در همین کشتنی در همین وعد البنات میدراید. وعد البنات ای در همون وقتی پیش خیلی که ابن عباس روایت میکند میفرماید زن در جاهلی چیکار میکرد وقتی که حامله دار میشید میگفت که چی میکند یک چقری میکند تو وقتی همون تولد کردن داشت اگر میدیدن که دختر است در همون چقری کندگیش همون دختر را میپرتفتن و گور میکردن، خاک بالاش بار میکردن، یعنی گورش میکردن. اگر که پسر تولد میکرد پسر را میگرفتن. این ابن عباس نقل میده درباره همون پیشتر میشد. میگه همین کشتن کودک در همین مسئله میدراید. در چی میدراید؟ در همین چی میدراید که انسانی که ابورت میند به همین مانندی دارد که کودک خودش میکشد. و بعد خیلی که الله عز و جل میفرماید ولا تقتلوا اولادکم من املاق. نکشید فرزندان خود را از ترس چین؟ از ترس کمبغلی و بینوایی. پس همین مولود کودکی که تولد می شود همون جنین کودک تولد می شود و کودک داش کم مادرش است میگه اینو هر دوش نفسن و کشتن این شم و اون شم هر دوش یک حکم دارن. این یکم دلیلشون. باز دلیل آوردن که سوره مرسلات 20 آیت الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین. آیا ما شما را از آبی پست و ناچیز نآفریدیم پس آن را در بچگان مادر جایگاه استوار نهادیم. الله در همین آیت چی میگه؟ یعنی از همین آیت چه دلیل میشود که میگن که همین آیت در همینجا الله عز و جل بچگان مادر وصف میدهد که هم بچگان مادر برای همون آب یعنی برای منی همچون چی است؟ قرارگاه است، قرارگاه استواری است. ای همون بچگان چی میکند؟ نگاه میدارد آن سه در او گذاشته شد از همون آب منی گذاشته همون را نگاه میدارد و هنگامی که همون آب منی به همون قرارگاه خود به همون بچگان مادر وقتی که میرسد پس جایز نیست همون آب منی را همون آب منی وقتی ترکیب مییابد انکشاف مییابد افزایش مییابد با یک نفسی میشود همون را دیمباره ایسر نه همون را از درون همون گرفتن درست نیست مگر بگان حاجتی باشد. کسی میگوید که جایز از گرفتنش پس او یک انتحاک میکند یک پایمال میکند چه که الله او را حرام کرده است. باز دلیل دیگر میبرند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله مو حدیثی که میگه که یکی از شما در شکم مادرش 40 روز جمع میشود همون منی نطفه جمع میشود پس از اون میگه چی میشود؟ پس از او خونی بسته میشود پس از او همون چی گوشتی خاییده میشود. از این حدیث میگه چی گرفته میشود؟ همچون دلیل که همون منی وقت
وقتی که نطفه وقتی که در شکم مادر که میزند جمع میشود، همون آیسته 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 افزایش یافتن میگیرد، از یک مرحله به مرحله دیگر، از مرحله به مرحله دیگر. وقتی که افزایش که مییابد میروید جنین، وقتی که در شکم مادر رویدن میگیرد و پس من کردن رویدنش حرام است، من کردنش، یعنی این همچون پایمال کردن. دلیل دیگرشون حدیث ابو هریره وقتی که گفتیم آوردیم کو تو زن به هم دیگر از قبیله حذیل وقتی که جنگ میکنن، یکی از همون زنها دیگری را با سنگ میزند، پس کودکش میغلطد و حامله دار بود. کودکش که میافتاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفتیم؟ وقتی که حکم میکنه، وقتی پیغمبر پیش پیغمبر میرن حکم میکنن، پیغمبر داوری و قضاوت میکنه به چی؟ گفتیم به یک غره که به او را باید یک غلام، یک کنیز که غلام بدهی. باز دلیل دیگر چخلی که مغیره ابن شعبه روایت میند که عمر رضی الله عنه آنها را مشورت پرسید درباره املاس زن. یعنی املاس زن چیست؟ همون جنین کودکی که در شکم مادر است، در همون مرحله های اولش. برای چی املاس میگن؟ ای کلمه املسه، یعنی که همون کلمه خیلی رنگ یک آبک است و از دست تیز میلغزد، قپیدن نمیشود، میلغزد. در همون چی گفتن؟ همون دوره های که مرحله های اولی که کودک در شکم مادر میزند. پس درباره همین وقتی که پرسید مغیره ابن شعبه چی گفت؟ گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم کرد درباره همین کسی که هم کودک در مرحله خردیش چی میکند، قضاوت کرد به چی؟ به یک غره. گفتیم غره کنیز یا که غلام که در وقت خردسالیشو هستن، اختراک خردسال که بچه خردسال. پس کی گفت؟ عمر گفت که کسی بیار که گپی تو را اثبات گواهی دهد، که همراهت یعنی شاهدی دهد. پس محمد ابن مسلمه آمد و گفت که بله منم شنیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، من شهادت میدم که شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همین که کودک از شکم مادر در مرحله های اولش ابورت مینن همین حکم کرد. دلیل در این چیز در اینجا در حدیث یکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه همون زن وقتی که زن دیگری زد به سنگ، جنین از شکمش افتاد. کلمه جنین در همینجا چی معنا داره؟ جنین هم در مرحله نطفه را جنین میگن، مرحله که وای آب منی است، و هم در مرحله که علقه است، خونی بسته است، و هم در مرحله که مضغه است، همون مثل گوشت خایدگی، و در اون حالی هم که در اون جان دمیده شده است. همه همینا چی میگن؟ جنین میگن. در همه کودک در همه مرحله هاش جنین میگن. برای همین وقتی که کودک جنین از شکم مادر وقتی که غلطید به زدن همون زن، پیغمبر چی حکم کرد؟ حکم به همون چی کرد؟ به همون یعنی که کنیز خردسال یا که غلام خردسال حکم کرد که خیلی باید بدهد به اون چیرا زنی که چی شده است جبران کرد همین چیرا. برای همین دلیل همینجا است که جنین همه را در بر میگیرد، همه مرحله های کودک در شکم مادرش است. همه خیلی دیگر گفت املاس چی است؟ همون وقتی مرحله های اولش هست، همون را املاس میگن در شکم مادر وقتی کودک است. برای هم وقتی که مجازات پیغمبر صلی الله علیه و وقتی گفت که این چی دارد، یعنی که دیه داشته باشد، یعنی عقوبت دارد، پس در این گناه است غلطاندن همون کودک جنین از شکم مادر گناه باشد، پس جایز نیست. مجازات اگر باشد در برابر همین کار، پس او را ابورت کردن درست نیست. باز دلیل دیگر در امام در صحیح مسلم از بریده ابن حصیب الاسلمی روایت می شود که غامدیه یک زنی پیش پیغمبر رسول صلی الله علیه و سلم بیاد، پس میگوید که یا رسول الله، ای رسول الله، پس من زنا کردم، پس مرا پاک ساز. یعنی که مرا که به شوهر باشد در میزنن تازیانه، یا که اگر که شوهردار باشد و چی سنگسارش می‌کنن. پیغمبر ردش کرد. پس وقتی که آگاه شد با آمد گفت که ای رسول الله، چرا مرا پاک نمیسازی، مرا میگردانی؟ شاید که تو مرا قبول نمیکنی، میگردانی مثل که کی را گرداندی؟ موعظه گرداندی. موعظه پیغمبر 3 بار گردانده بود، بعد آخر موعظه زنا کرده بود، بعد آخر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکر سنگسارش کرد. خودش آمد پیش پیغمبر اقرار کرد، سنگسارش کرد. هم خیلی دیگر غامدیه آمد زنی، بعد گفت والله انی لحبل، گفت ای پیغمبر الله، به الله قسم که من چی هستم؟ حامله دار هستم. قال پیغمبر چی گفت؟ قال اما لا فذهبی حتی تلدی. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ برو تا آن جنین کودکی در شکم دست او را تولد کنی. برای همین اقامه حد یا که برپا کردن حد همون حکم تأخیر کرد، تأخیر داد، یعنی عقبش ماند. برای چی عقبش ماند؟ برای همون جنینی که در شکم بی مادرش بود، او زنک حامله دار بود. برای همون جنین معلوم نبود که وای چند ماهه بود. یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میتونست که همون زنک حکمش برآورد، حکمش رجم بود، سنگسارش کنن. نکی پیغمبر چی گفت؟ برای حفاظت برای همون جنینی که در شکم مادرش هست، گفت که برو تا تولد کنی. یعنی همین معنا دارد که همون جنین در شکم مادرش معلوم نبود که وای چند ماهه بود، 1 ماه بود، 2 ماه بود، 3 ماه بود، در اون جان دمیده شده بود یا که نشده بود. یکی در عموم پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم کرد که برات تولدش کن. اگر کشتن که همون کودک کشتن جنین در شکم مادرش یا 1 ماه یا که 1 ماه کم یا 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه یا که جان دمیدگی هست یا که نیست، کشتنش جایز که میبود، پیغمبر در حال همون زنا چی میکرد؟ که همون سنگسارش میکرد، حکمش اجرا میکرد. که حکمش نکرد، حکم در وقتش اجرا کردن واجب است. که واجب پیغمبر تأخیر مون. برای چی؟
چی؟ برای دیگر واجب. برای چی؟ واجبه که حمایه یک نسل یا که یک جنین در شکم مادرش. برای پیغمبر چی؟ همون حکم عقیب ماند. برای چی؟ برای که همون کودک تولد شود و کودک بگیرن. برای کودک گناهکار نیست در این حالت. برای همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم عقیب ماند برای برپا کردن حکم برایش، یا که همون جنینی که وای معین نبود چند ماه بود در شکم مادرش، همون را پیغمبر عقیب ماند همون حکم. این یک حکم از این. دوم حکم این است که جایز هم نیست که زنی که از زنا حامله دار می شود. این دلیل برای چی است؟ برای زنی که حامله دار می شود از زنا جایز نیست و ابورت کردن. برای چی؟ برای که اگر که جایز که می بود پیغمبر چی همون حکم برپا میکرد. نه گفت که همون فرزند همون زنی دی از قومیدیه بود، او را پیغمبر چی کمی همون کودکی در شکم مادرش بود که جنین از زنا بود، نه که نکشتش پیغمبر. برای که جنین گناه ندارد، مادرش گناه دارد که زنا کرده است و حکم بر بالای مادرش چی می شود؟ اجر انجام داده می شود، نه به اثر کودک. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ حتی در حال زنا هم باشد کودک باید نکشن، ابورت نکنن، جایز نیست. این بود باز یک دلیل دیگر. و چه خیلی باز الله عز و جل می فرماید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. سوره اسراء 33 آیه. و کدام نفس را که الله کشتنش را حرام کرده است نکشید مگر به حق. در اینجا الله عز و جل میگه نکشید نفس. همون آبی که در بچه‌دان مادر می‌دراید، همون بعد یک ماه، دو ماه، سه ماه همون یک نفس میشود، یک انسان میشود. بعد افزایش یافتنش شکل آدمی میگیرد، نفس میشود. برای همین کشتن اون حلال نیست، کشتن اون روا نیست، حرام است. هر یک تایما آبی منی بودیم در شکم مادر، بعد اون افزایش یافتیم و 9 ماهه شدیم و از مادر تولد شدیم. همین است. برای همین همون انسان هم نفس است و همون جنینی که در شکم مادر است همون هم نفس است و الله من میگه کشته همون. الله میفرماید که و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. و چون از تو روی گردانند یا به تو قدرت رسد برای فساد در زمین، و چون از تو روی گردانند برای فساد در زمین تلاش مکنید و کشت و زرع و نسل انسان را نابود مسازید. خداوند فساد و تبهکاری را دوست نمی‌دارد. در اینجا الله چی میگه؟ تلاش میکنند به چی؟ به نابود و هلاک ساختن نسل. همون کودکی که جنینی که در شکم مادر است همون نسل است. انسانی که او را چی میکند همون هم نفس است. برای همین درست نیست همون نسل نیست کردن. همون نسل انسان است، از همون آب منی و افزایش می‌یابد و انکشاف می‌یابد و چی به یک انسانی سالم تبدیل می‌یابد. برای همین کشتنش الله من کرده است. باز دلیل برای حرام بودنش میگویند که ابورت کردن وقتی که کودک نطفه هست، منی هست در شکم مادر، میگویند که این چی است؟ ابورت کردن خلاف مقصد نکاح است. چرا؟ برای که حکمت و مقصد نکاح همین است که یکی از حکمت هاش یا که مقصدهای نکاح این چی است؟ طلب فرزند. وقتی که این زن حامله دار می شود و بعد ابورتش که میکند کودک میغلطاند، این چی است؟ این خلاف همون مقصد از نکاح است. باز همین طور دیگر که ابورت یا که کودک در کدام مرحله نباشد، از مرحله نطفه سر کرده به زن ضرر دارد. ابورت کردن از جهت سلامتی و تندرستی زن ابورت کردن برای او ضرر است. برای همین چیزی که ضرر باشد برای انسان او را هم از روی تندرستی و هم نفسی و هم اجتماعی برای او ضرر دارد. این هیچ کس این کار نمی‌کند. برای همین درست نیست که چیزی که ضرر رسد برای انسان او را شریعت حرام می‌کند. دیم قول همین است که میگویند که ابورت یا که جنین از شکم مادر گرفتن پیش از همون چی است؟ پیش از آنی که جان در او میدمد میگویند که کراهیت دارد، حرام نیست و کراهیت دارد، مکروه است. این در بعضی عالمان حنفی و بعضی عالمان مالکی و بعضی عالمان شافعی میگویند که مکروه است. هم دلیل میارن که حاجت نیست با دلایل اینا رو آوردن برای که سخن زیاد نشود. خلاصه بعضی از عالمان دیگر در همین مذهبا میگویند که حتی پیش از دمیدن جان هم درست نیست کودک کشتن یا که غلطاندن یا که ابورت کردن مگر در حالتی که عذر شرعی باشد. فتوای عالمان ازهر میگویند که فتوا برآورده هستند که ابورت کردن در یگان مرحله جایز نیست، نه در مرحله نطفه باشد، آبی منی باشد، نه در مرحله که خونی بسته باشد و نه در مرحله که مضغه باشد، نه پیش از دمیدن جان نه بعد دمیدن جان. بعد دمیدن جان یعنی که بیشتر و بیشتر حرام می شود و پیش از دمیدن جان هم میگه ابورت کردن در کدام حالت درست است؟ در حالتی که عذر باشد. در حالتی که عذر باشد یعنی که همون فرزند یا که همون کودکی در شکم مادر است برای مادر ضرر رساند یا که یگان عذر دیگری باشد، در اون حالت طبیبان تجربه داری مسلمان او را از نظر میگذارند و بعد اون حکم میبرند که جایز است ابورت کردن یا که نه. این فتوای
از هر است. خلاصه قول سیوم میگویند که جایز است پیش از آن که در او چی است، در او جان دمیده شود، ابورت کردن جایز است. و باز بعضی از حنفی ها میگویند و باز مذهب شافعی و باز بعضی از مذهب حنابلة و بعضی از چی، بعضی از مالکیه در بعضی کتاباش میگویند، بعضی علماشون، ولی در این مسئله دلیل نیست، فقط از عقل دلیل میبیارن. برای همین و دلیلاشون بسیار هستند از عقل. اینا همون دلیل میارن که هم دلیلی که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوید که همون کودک وقتی که در شکم مادرش همون منی که در شکم مادر میذارند در بچه‌دان 40 روز میماند نطفه همون منی آب مرد، بعد اون میگه بعد 40 روز دیگر خونی بسته میشود، بعد 40 روز دیگر چی میشود، مضغه همون گوشت مثل گوشت یک خاییده شده میشود. میگه در همون حالت همون دلیل میارن که در همون حالتی که چی همون بعد 120 روز یعنی جان داود دمیده میشود. برای همین پیش از جان دمیدن و گویا که چی است، یعنی چیز زنده نیست. ولی این گپش هم رد کرده شده است به حدیثی که ما گفتیم که بعد از 42 روز در او جان دمیده می شود و شکل می گیرد. خلاصه بعضی دلایل عقلی دیگه میارن. خلاصه قول سیم میگوید که جایز است، دلیلای چی ندارد، صریح و صحیح ندارد. برای همین ما گفته گذاشتیم که و دلیل آوردیم که و کسی که ابورت میکند حکمش چیست، یا که در تنش جان دمیده شده باشد، یا که پیش از چی، پیش از 40 روز، یا که پیش از 120 روز، پیش از دمیدن جان و بعد دمیدن جان دلیل آوردیم و برای شما بیان کردیم و حرام بدنش هم بیان کردیم و آنهایی که میگن حرام است دلیلشون قوی تر است. و برای همین برادرای گرامی و خواهران گرامی حکم برای شما بیان کردیم و از دعای اینه که خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.